تیز بده گیلا زودتر که دیر میشه دیگه اول به کدوم صدا میره بیا بریم بیا گیلا تو یک گپ میگو خب این لباس کنار چری دادی تو بلد نی خب ما تو چم یادم تو بود تونستی تو چه من او یک کار میکنم مثلا که جیر نمیری او برات یک چیزی رای میکنه خب نه همین لباس کنار چری اینا این گفتی خاطر از یاد که تازی هم جا کنی بگی لباسایه آها تازی هم میوه بریز خوبه که مرتکه بگه اینا لباسای آفرین سکو اگه تو ببینن اونگاه پینی خوب هیچی نمیگه کار نداری مثل پارسال دیگه آفرین من تو دبلک کردی با خدا تابوتو میخورم من تابوتو نیستم کیسا خو میکنم خب کیسا خو نکنم تعظیم اینجا اول کیسا تو اول از ما میپرسن که مثلا اینا چیه میگن رخته آفرین فهمیدی باز تو بگو توش نیام بگو او نیارک بفهمیدم چای نیار او بیار تابوت نیست کیسا خو کنی بیا اما تو سکو اگه تابوت دیگه سال خودت تو منگر مخوری بیا گیلا خوابیدم اشتنیا بیا بله بیا بیدی شما السلام علیکم عید شریف مبارک روزه و نماز قبول جانجره خوش آمدید چی گپایه عید شریف مبارک زنده باشی میای دیگه ما بفرمایید سگ یلا میای نه سگ چخه بفرمایید چخه یا الله بفرمایید چخه بفرمایید چخه بیاید یا الله بفرمایید بفرمایید خوش آمدید دیگه زنده باشی خوش باشی چی گپایه قرار غریری پیاش نما کجا پیار ما برفتم سر زمینو ها بخورین دیگه بفرمایید چای سیاه بریزم یا سبز ساس نمان چای ما ساس مو خب بزی برد ای نداره این گلی شما چی داره مدار مگه تا همین که میری بخونی کاله خب بیدی میره رختای اونا رو هم باش تو خود بیارن اما گیلک جو تو به عید به خود اختیار نکردی بله تیای کدو نگانه خود چه دیرنگ پا اینا دیرن خاطر که چیزه خونه تاریک بود دیشب برقم نبود تامون پیار خود با پا خود کنه سال به 12 با برقا شما دیگه نه پول نمیده پیار من پول نمیده میبره فیروز میبرم خود دیگه اون روز فیروز بردم بیا مرتکک برقی فیروزی بیا و کباب بردن با امروز دیگه با بیا آمده چیز بردم این جون تورگله رام برده چی گپای دیگه کجی قرار غریری ام نداره کجی توشنه یه گیلک من دیگه چای میریدم او مای چکو ای او مایه ای او مایه هوا گرمه خاطر بفرمایید یک پیاله خیلی هم بده یخ کنم بگیری هم عذب بچم هسته گلاسه اگه باشه بیتره خب ببخشید خدا باشی ببخشید کجی جان دیگه خدا باشی خوب اختلاط کنه که گیلک جو سلامت باشین زنده باشین شکر فضل خدا عباس می خورتی که کار بده به من کلش اینا کلوچه بیا خونگی گیلک جو ما روزه اشتتی شو خوب آه چند روز روزه گرفتی هر روز هر روز
لو کار روزه داشتم خدا یار جان تو باشه. زنده باشی کجی جان بله. این چایا شما داغ نمیشه بری اون پیالگه کرد اونی بابا. او لیمون نداری میخونی خب نه دیگه همین قلم متاسفانه کم داری. تو که نونه انی برو جو اینو- شیرینی ای. گردن بند با چکه جی جانم البته شکم جنجال میوه هم یک چوکی نون بیار گوشنیم برو گیلک بگیره من انی گیلک. خیلی بینی بیسی که شما هم سراخ همین نداره. کجی جان بله. همین کمی خشکی بلر همینا که یک پریگک ملایم تری بیار بخی دیگه خیلی نداری. با پالا همین به تا سفره بیدم. برو با پا مدا خوب پا ماست ندارن کجی ها ماست نه ما شیار غریددی داریم میباریم میگیم به غریددی. انی گیلک. خیلی بینی بلر آفرین این ملایمه باید نبا بله که دیر میشه جا دیگه چاشته نری. زنده باشین سلامت باشین با خدا رسی میگم. نمایه گیلک جان بله اه بله که دیر میشه بله لباسا دیگه. نبا برم آه بخی بله خیلی بینی کجی جان یالا کن با مادر خواهم سلام بگی خوبه به پیار خواهم سلام بگو بفرمایید. یا الله یا الله. ساک یله نیه نه. این کارتن کلوچه چی شو؟ پخشاب است چه پخشاب خیلی شده. رگه که شما با گرشه گردن من بعد اینا به کسی خود کردن ببردن خودی خود. اینا به تم توبری خود نرخته باشه من دروغ گفتن اینا رختا مدر منه. کار گیله که من میفهمم همو عقل کمال نداره یه همی کارا هم از این سر جونه همه فساد پیشگی از این سر همو بعمال بیه من میفهمم. تو سیکو اینا میان به عیدی من بیام به عیدی شما میان میشینم میخورم آخرم همه به کیساخ میریزن کارتن کلوچرم ور میدارم میرم یولو کچ قناغ شما شه به خیر خوشی در بدن شی به خیر خوشی به مردوشوها خرچ کنی. بیا ایگا یاره گیلک تو کی بیدی به توش پار است گیلک یک کار کن نه هم قایم کن ما کلی چرا اشتباه داشتی من گفتم شاید بفهمه عمل وانه کنی
نه سری بپوشون. اینا نگاه میدن که با صبحانه خودتو بخوری. سری بپوشون. چی رقمه؟ گیلا چه تا کارا با. بس کن میشه بس کن. کسی من پره. گیلا دو تا بردشتم. یکو کیسه رم بریز. یکو کیسه رم بریز. نه خوردگه اینو که شیریکیه نه خوردگه. دو تا بردشتم وانه. یعنی شیریکی نه خوردگه. یکی گه کدارم دیگه. با اینا که ریختی. بزن به بدن. اینا که ریختی. همه دام شیشی چپ کردم. بریز سیر مادر تو گیلک. چپ کن. نه خوردگه نه خورد که من بیل ندارم. یکی بشم نمیخورم دیگه. آنها با پل تاکیس می که با نگی نقدی شده. بپل. تازیم نیه. نه. آنه یکی قایم کرده بوده بریزی. بیایی که قایم کنی. آنها یکی میلی بفته. اینا بلا میده علفا کن. بلا علفا کن. کلر هم ببرن خودی کن. آه دیونی تو. بلا علفا کن قایم کن. بگو بلا اینا بپوش علف من دا. علف من دا. کسی نفهمه گیلک. میاییم با خودتو پر سه چهار سالایی برفتیم. این با میاییم اینا رو میداریم. بله شیر مادر پس اینجا طباقچه که مرغ آقا نمیشه. بله بیا. بله. کسی ما نوره. خنده بیاد تو اونجا میگه سر سفره میکنی من میگم میجون نه نفهم آره بایدی السلام علیکم استنى يا يوم عيد شريف مبارك استنى نواز قبل سین کاکا. استنى يوم شريف مبارك بفرما يا الله بفرما ساعة ستولي كنا ناوي بيا يلا كده صورة بيا كده صورة شنو اقول لك جون دقه شكر فضل یاری خدا کجا برفتی کی با تو دیدو ها کجا برفتی هیچ جا نرفتیم ما برفتیم به سرا کجی رفتیم من اینجا باز بابی آمدن گفتم میریم به سرا ماما خو میریم خوب کاره کرد نه ایدی ندادم به من ندادن نه با بیلا باش ما با تو ایدی بودم ها به زیان نمایم بای. ها من نمایم. سکو گیلا ایدای است تو دایی ایدای هم خیلی است بریم ماما. لوکاس من خرج کنم خو ها دیگه خوبه بگیریم میوه ها بگیریم میوه دیگه کدول بگیریم از هر کدوم ما خوش داریم یعنی بخوری ها دیگه خب شما میگیم بگیریم هم میوه نگو چای سبز میخوری یا چای سیاه نه ها نه مامی چای نمیخوری توی چای شب خوردیم کاکا ماما. او ایده دیگه بیا مادای والا هر روز من روزه داشتم لوکه روزم دیشی ها تا دم شم روزه داشتم یعنی بیشتر یعنی میفهم که ولی پهلوان بودی ها من روزه گرفتم بابا مادر خوب گفتم خوب ها گفتم اگه من روزه رو بخورم خدا من نمیبخشه بله راسته کی نه همال بیام خوب خوانم میام همین 5 دقیقه بس گانم میام فاطمه میمون دارم خوب خداحافظ شما گیلک جان من دیگه میرم ها یه خونه خودشون منه بفهمیدی ها امیتا به سرو همسایه برسه که نون پخته کنه بفهمیدی قراره که دیگه چای هم خوب بریزیم بخوریم میوان که هرچی دلش ما بخوریم واسه که ما یک جایی به فاتح خدا ارباب سر معطلم دیگه من میرم به فاتح میرم بفهمیدی فاتح آه دیگه اگه امیتو نمود در سرو برات خوب بسته کن که بدر شدی اگه ما برفتیم آه
اگه میشه کسماس مهمون بیامد به شما بگم نیم اینا لوکه بیار اگه اونا رو سر سفره بیار خب. اگه کس مسی آماده دیگه تو که خونه خودتونه دیگه باشین درسته دیگه بفهمیدی انما میرون دیگه بفهمیدی خوبه خب برین تمزیان خداحافظ ها خداحافظ دست بده خوش آمدیم بفهمیدی ها بدن که بدن شید در سرا برات خود است در سلام خوبه دل جمع خیر باشه بین خداحافظ خوش آمدیم برو نخوری همه قابور تاکل چند شیخ تاکل تکبر از پشباک من نخوری خوبه ما نوروز اشتباه دایم بود ما رو بقید خانه خوب برا انا کار تو تیار میکنی عباس برفته گردنم بند باشه میتونه نمیده بیری شده سرا چیه؟ اینه چیه؟ پرده چیه؟ اون پشت پرده وقتی از اینا ور نمیدن گوه بیری لگونه چیه؟ اینا خیلی تایه کردی مبارک آنه عباس عباس یه چی ندارم عباس بگی بگی بالا خکن چیکار کنیم؟ اینا رو داریم ها؟ اینا نمویه اینا رو ور میداریم میفهمی چی کار میکنیم؟ اینا رو ور میداریم ما که سفره دست نزدیم در سرا بسته میکنه میریم بخو مار کو دوز نمیگیرم مرتا میگه مرتا با من روز بیا میگه البته معتاد چیزی آماده یا عمر بچیندم دیون از اینا ور داره میفهمه بالاخی بالاخی با این لگینا خیلیه خاکی خیلیه تا به دیگه سال ماه مبارک کردم از اون هر روز به کلیسا خو میریزیم میریم صحرا تو دیگه سال خلاص نمیشه تا به دیگه سال قرق بزن به بدن لیلین چیکار کنه؟ بخصر که میفهمی لیلین خیلی کرده خیلی جان منطقه نمیفهمین که شما دست نزدیم دهن خود نزدیم یک دونه دیگه هم از اینا دیگه کفت خوب یادگاری میخورم بریم کار نه ایدن بیرون همین بیام تو بگیر یک چیز که من خود تصویر پیدایداری کنم تو بگیر کفت خوب بگیر من چاقم برده نمیتونم بریم بیا کی بود؟ کی بود؟ دست از این روزی که کی بود؟ گلسر چوک شیشته میکنه دربار هی ما را دیوانه کده دکتر سردار الا ماما نوروز گل گلابی تردردن کاش که به تو ارباب صاحب زنگ میزد که دیگه هم میرفتی دردردن نه خب اون خوردن آوردیم اینا اوه بده اگه تو نصف بکنیم عباس آه دیگه تنها گیله میفهم چیکار میکنیم؟ چیکار کنیم؟ نه چیکار کنیم؟ استی یک کار دیگه برو بیار اینا پیش ما باشه برو بیار داشته بیارم ها اینا رو مگرم ببریم مرد مگل است که تو میگه با من بیار هله دیگه اگه من میچینم تو برو نه باشه ما کار دارم میچینم خیلی بینیم ماما خداوند تو به دین دنیا خال کنم ماما بله کجا میری؟ به اونا رو بیارم اینه سنگینه اینجا گفت بگذاره به نه گردنم بند باشه
سنگینی باشه. اگه من عباس بخورم گوشت اما حرام مثل خیلیتی پستر بزنید کسه. تو اعتبار دیگه نداری ها؟ نه دیگه برار منی میفهم. من رفتم گیلک خوبه؟ اونا شماره کرده ابدا خیلی تایه. نه تو ندیم من نمیدارم. شده چند روز که بوی گل نیامد، گل میداد مبارک، صدای خواندن بلبل نیامد، گل میدید مبارک. بریم از باغبان گل بپرسیم، گل میداد مبارک، چرا بلبل به سیل گل نیامد، گل میدید مبارک. گل میدید مبارک، خوشی و دید و باد دید مبارک. گل میدید مبارک، خوشی و دید و باد دید مبارک. لب دریای کابل شیشتنم شد، ماما نوروز گلت مبارک. به 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 آفرین. ماما نوروز در سرا آمده بود. بله ماما نوروز بیامدن که گیلک سفره عید مار جمع کرده برده میوه ها. راست میگه؟ سفره عید؟ آه. دروغ نگی گیلک میزنم. عباس کجاه؟ کی؟ عباس. عباس؟ آه. عباس که من میرم خیر وا کنم ببرمشون به باغچه. بریم سر سفره. اگه خبر شون که میوه را از پیش نوور دیشته بشی حتی خونه نو بیاورده بشی با گله نکنی. من میریم مثلا اینا. بریم. ماما نوروز اومده در سرا. اشتباهی داره. وقت بریم. ما میریم لالا اگه سفره نتونم کردی به چند شرط میزنیم. او نمیگو حتی سفره برده. از کجا بردیم؟ میگو یک خلیته که با اون پشت پرده بچم گدشته بوده برای از اینکه یک دم تا سفره کم میشه باز میرزیم به میوه دنیا رو پر میکنیم. اون میگم ذخیره رو بردیم شما میگم. ذخیره؟ آه. البنجگو تانکره وی بیده که بچم دیگه ماما میته میگفته. وقت که بریم ما از خوب کنم. وقت. کجا بریم؟ حال عباس کجاه؟ عباس؟ آه. خیره بود برات علف. وقتی که بریم عباس رو هم پیدا کنیم. وقت. ما برم سعی کنم که تو راست میگی یا دروغ یا ماما راست میگه یا دروغ. وقت. دروغ نمیگم من. وقت. جلوی شو. ایبا. های بارش. سلام علیکم. دیدی گل چیزی که تو گفتم؟ کجا بودی؟ عباس. ها؟ کجا بودی؟ چی داری؟ بیا. کجا بودی؟ چیه اینا ماما؟ هیچ. همین که شما در سرا نگفتم. بشین. بسته بشینم. اینا چیه؟ بله. اینا چیه؟ اینا کجا بوده؟ کجا بودی این با عباس؟ دست من گفتک برو دست من خواهی. کی بابا دست تو دادن تا پشت پرده. ماما. نگو. ماما. ایلا. که دارم اونجا من یک شیشته چیز بیدم. گفتم. با تو گفتم خونه استونه. میواش مامینای ماما. خب. مطمئن نی؟ بله. با تو گفتم خونه استونه. چای بخور. یار میکنم. نون بخور. نگفتم که میوه مربوط جون. ماما ما بچه خوبی نیم. چه ماما خوبی. این گردن ما بعد باشه پشت پرده رو بپلیده. ماما دمی که من بیرون دری شدم. به تو ایدی دادم. دری به زیدی دادم. ماما تو همون در خجالت نکشیدین. از اینکه گلی من 6 کیلومتر بروردی. دمی که من بیرون شدیم پس برم و خونه بدین چه کار از کرد؟ ما کو گلی خجالت کشین. من برار من گازی گلی نیه. به از کی کناری هم گلیه؟ اونجا شیشته بیدم دست من داد. لالو. ماما گردن ما بعد بالا بس ماما. از این کلانتر چیزی میشه. ماما بالا بس که شما ری بپلیدگی گفت خب، چرا بلند بابا میشی گفت کجا برم؟ برو پیدا کو. برا تو ما در سر سایت نمیدن که اصلا. شما میدویدیم رو به کوچه. یا یا ایلا خیالت هم نمیکشم آنه. با براره میگه نه برده باشه. تو همون در فکر بکن. خود قیافه گنده خو میاد به خونه من میاد با یک گلم میبرم 5-6 کیلومتر میبرم ور میداره میبره. به خونه آماده شما مامو همین میوه شما بود دیگه نه؟ بله ها. بخشش باشه
اون میوه خوب بریم ما دستمال هم از شما نه دستمال نه دستمال از خودی دستمال با خیلی کردیم بیاریم بخشش باشه ماما جیگر من یار شما که میکنم گفتم همین رقم شما گفتین نه بخشش نه باشه خوهرزاده شما دیگه چیکار کنم یک ساده داره اگه خوارزاده من برای شما نه خیره بریم کمک کن نصیحت کن باز اینا بگیرم باز اینا کار دارم یار میکنم این شب